سلام عشقای تو موی هایلسر هستم. خوش اومدیم به ویدیو دیگه از چنل خودتون. بعد از مدت ها گشادی بالاخره برگشتیم یوتیوب و قرار امشب بریم سراغ ساخت اتاق گیمینگ با 2 میلیون تومن. بچه‌ها من این اتاق رو در عرض 1 هفته درست کردم و اگه مثل من گشاد نباشین 1 هفته طول نمیکشه، نهایتش 2 روز. و بدون چرت و پرت گفتن های زیاد بریم سراغ ویدیو. Let's go. بچه ها ما رفتیم رنگ خریدمون، رنگ سفیده. این تبدیل رنگ سفید به مشکی هم گرفتیم. سرجم اینا شد بچه ها همشون با هم شد 310,000 تومن. الیاس هم که رفت حالا امتحانی ذره رنگ سفید بریزیم و کم از اون سیاهی بریزیم. نه چجوری میشه، مات میشه یا نه اون رنگ که ما میخوام میشه یا نه. حالا بریم موقع رنگ کردن ببینیم. بچه ها بالاخره رنگش کردیم اینجا رو. حالا تا حدودی اوکی شده اینجا. Two hours later. اینجا هم این دیوارم سیاه کردم. با حالا برگاچار و اسپری که داشتم. پایان اتاق گیمینگ رو با حالا نهایتش 2 میلیون 3 میلیون بهتون نشون میدم که واقعا قرار خفن بشه. تا آخر ویدیو با ما باشید. محیط قاطع جیرجیرک میکشه. خیلی اوضاع خیته. بچه ها بالاخره تموم شد. بریم سراغ اتاق. کولر هم اینجا گذاشتیم فعلا اوکی باشه. این بعضی اینجا نگاه کنید، اینقدر وسایل از این اتاق بیرون شده. سقف رو نگاه کنید، همش دسترنجه خودمونه و خیلی هم حالا آسون نمیگم آسون، ولی خب بالاخره نسبت به این که از این RGB های گرون بخری و از این ابرهای آماده اینا بگیری خیلی ارزون تر در اومد. چه ربطی داره؟ حالا بتونم بعد خاموش کنم. شما این نما از اینو داشته باشید. میبینید Oh my god! Wow! چه قشنگ در میاد. و بچه یک خوبی که اینو داره کنترل هم داره. اینجا نگاه کنید کنترل، حالا یک رنگش میکنن با هم سبز شدن. میبینید هر تا قرمز. میبینید آبی. یکی از RGB ها، ببخشید الان تار افتاد، یکی از RGB ها
رنگ آبی نداره. حالا مهم نیست ولی مهمیه که زیبا در بیاد. آب نمیدونم برای چقدر تار میافت. چه نکنین خیلی قشنگ در اومد به نظر من. حالا یه ایده دیگه هم دارم، قرار اونا رو هم پیاده کنم. بریم بچه ها. یه لحظه میخواستم یک نکته رو بهتون بگم، بذار برای روشن کنم. کنترل هم بدازم اینجا. بچه ها پول زیاد سر این که چسب بزنی، حالا مثل من خاگچه، میبینی بچه ها اینجا خاگچه، بخواین چسب بزنین و اینا خیلی براتون گرون در میاد. مثل من نگاه کنین، اینا نخه که باهاشون مثلا شلوار رو حالا لباس اینو میدوزن، همه تو خونهاتون هست. خب برین میخ بزنید، مثل من اینجا نگاه کنین میخ، حالا ببخشید میخ اینجا بزنید، بعد بیاین اینا رو دور بدین، ها دور تا دور اینجا رو میخ بزنید، خیلی به صرفه و حالا با یکم دقت بتونید اینا رو در بیاریم. بعد این نخا رو به هم دیگه گره بدین و به هم دیگه وصل کنید. بعد اینا رو همه رو اوکی کردین، دور تا دور اتاقتون رو زدین، بعد میتونه پشما رو حالا به طریقه خودتون هر جور دوست دارین به هر علامتی و یا مثل من همه رو اینجوری عرب بزنید و خیلی زیبا در بیاد. بچه ها من میخواستم از پنبه استفاده کنم، تو اون ویدیو هم گفته بودم میخواستم از پنبه استفاده کنم، ولی پنبه خیلی گرون در میامد، و گفتم که برم از حلاجی 3 کیلو پنبه بگیرم. بچه ها بالاخره ویدیو تموم شد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و لایک و کامنت یادتون نره بچه ها. تا ویدیوی دیگر بدرود. پیچ.